پالیرال اکتیو. برادرای عزیز، انم که صفی انم که برادرها زیاد شوه که انم که کارخانه‌های وطنی را بر ما و شما بکنن، ان شاءالله که رفته رفته زندگی ما خوب میشوه. اینا برادرای عزیز، برای بالون، برای ترپیدای پیش ماشین، برای автомобил همه جاش چی جای پلاستماسی باشه چی جای کاج باشه، باور که یک جان زنده این بوشه نمیگی، این زپخشه نمیگی، حلاوت میبری. هنوز شما خریداری کنین برادرای عزیز. انمی 3 تا ماشینچه اینمی انمی کارخانه برای انم برادرایی که میخرن کوپن داره. در دری کوپن انمی 3 تا ماشینچه و دیگر توفا هست برادرای عزیز. وقتی که شما خریداری میکنین اگر دانه بخرین 30 سومون میخرین. انا اگر اپتوم میگیم که خمون اپتوم بخرین ای 10 کروکا زیاد بخرین، نه مقصد سوداگرا هستن که مغازینچی ها هستن که تجارت کنو. اگر کروکا قطعی بخرن 10 کروکا بخرن و اپتوم حساب میشه. اپتومش 25 برادرای عزیز. این نرخ همین داکومنتالیش هم میاد. اپتومش 25 دونکیش 30 سومون. مرامت زنگ بزنه خریداری کنین. این رقم‌ها هم واتساپ داره هم ایمو داره هم 24 ساعت فعال. برای پیشرفت کاری ما، برای همین قایقی هنمی را ما برای شما معرفی کنیم و برای معرفی انمی پالیرال اکتیو برای شما چقدر توفا مانده که همین چیزا رکلام شوه و مردم بدونن که هم خیلی چیزا هست در تاجیکستان عزیز ما برادر عزیز. و در هر یک دانه این یک دانه کوپن. در کوپن 3 تا ماشین هم ببینید. اوپل استراش 1 تا، بازم اوپل استراش 2 تا. انا برادر عزیز مرسدس بنز 211. انا گفتنمونه که توفه بهترین ما انا میاد. و در این کاری که اینها پیش گرفتن توفه ها را نام به نام میگیرم. 10 دانه تلفنی ردمی نوت 10. انا برادرای عزیز 10 دانه نوشنیکی безпроводной. و برادرای عزیز 10 دانه تلویزورای پلاسکی اکران. قد میشینی تماشا میکنی و حلاوت میبری. و با 10 دانه تفدان نون میپزی، گریل میپزی، تمام چیز رو میپزی. اوی سیتی شنیدید در خود استراحت 5 دانه پوتیوفکا میری آیسایشگاه به 1000 استراحت میکنی. محصولاتای ما رو میدونید که چه خریداری کنید با واسطه آنلاین. همین رقمایی که شما میبینید دوشنبه سیتی دارن، واتساپ دارن. شما مبلغتون رو در دوشنبه سیتی میگذرونید و چکش رو در واتساپ روان میکنید. آنها کوپن رو در مدت 1 روز به شما روان میکنند و در مدت 3 روز بارهای شما آمده به منزلتون میرسد. سلامتی شما را میخواهیم برادرای عزیز. همه وقت هم که سربلند باشن. زنده باد تاجیکستان و تجارتکارای تاجیکستان. سربلند باشید.